جسد مکسیم مارچینکیویچ معروف با لقب تیسک را از حجره یک نفری بازداشتگاه رقم 3 شهر چیلیابینسک صبح 16 سپتامبر پیدا کردند. طبق معلومات پیشکی مارچینکیویچ پیش از مرگش نامه نوشته است. وکیل مدافع و پیوندان این ملتگرای روس به خودکشی او شبهه دارند. مارچینکیویچ باید به حیث شاهد در یک محاکمه دادگاهی دیگر در شهر مسکو اشتراک میکرد. در آخر ماه دکبر سال 2018 دادگاه بابوشکینسکی در مسکو مارچینکیویچ را در پرونده حمله به آدمان با بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر به 10 سال زندان محکوم کرد. در ماه اکتبر سال 2019 دادگاه شهر سیکتیوکار حکم او را با بیکار کردن اتهام برانگیختن کینه و عداوت سبک نموده 9 سال از حکم او را کم کرد. این قومگرای روس در گذشته برای صحنه‌سازی قتل یک مهاجر تاجیک زندانی شده بود. بعد از آن در سال 2012 یک سازمان با نام مرکز ایمیج سازی برای تاجیکستان او را برای شناسایی با حیات مردم و تاریخ این کشور به تاجیکستان دعوت کرده بود، ولی تیسک پس از بازگشتش به مسکو تأثیرات خود از تاجیکستان را در رادیوی اینترنتیش نقل کرد. او به جای ترغیب مهمان نوازی و مهربانی های تاجیکان برعکس در نوشته ها و گفته هایش آنها را بر رشته تمسخر کشیده بود.